شرک چیست؟ شرک ها دو خیل میشن، شرک اکبر و شرک اصغر. شرک اکبرش پرستش آفتاب، پرستش ستاره، پرستش ماهتاب، پرستش فرشته ها، جن ها، شیخ ها، اینها را پرستش کردن شرک به خداست. از مزارها فرزند طلب کردن، سنگ های مزارها را با زبان ها تا بوسه کردن، در دست های خودتان و فرزنداتان مره های چشمی را کشال کردن، خارها را در نزد دروازه هاتان در داخل دکاناتان کشال کردن، نعل های اسبها را در نزد دروازه هاتان کشادن. اینا شرکی به خداست. اینا خدا میگوید که من نمیبخشم این شرک. و کسانی که حضرت عیسی را فرزند خدا میخوانند، شرک خوردش چیست؟ پیغمبر خدا گفت ریا هست. کسی اگر خودنمایی میکند، کسی عبادت از برای خدا نه برای غیر خدا میکند، این هم شرک اصغر است.